بکن شکرانه حق ای برادر، تو را بخشیده است نعمت سراسر. دو چشمی روشنی زیبا کی بخشید؟ دو چشمی روشنی بینا کی بخشید؟ زبانی شیرینی گویا کی بخشید؟ کی بخشید برای تو؟ کی چشم داد میبینی؟ کی برای تو این نعمت ها را بخشید؟ دو دست داد برداری به سویش، دو چشم داد سازی جستجویش. دو پایت داد تا سویش روی راه، زبانت داد هر دم گوی الله. برای غیبت نه، برای دشنام نه، برای تهمت نه، برای منت نه. برای چی؟ برای الله گفتم، برای سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. هر کدومش برای چیزی خلق شده است. تا برای چی؟ برای سوی خدا قدم زدن، سوی اطاعت و بندگی خدا قدم زدن. بنده حقیقی خدا شخصیتی است که این نعمت خدا را میبینه. این نعمتی که امروز داده است، چی از تنی سعد باشه، چی از دارندگی و فرزند، نعمت خدا را میبینه. در برابر این نعمتاش پروردگار شکرگزار است. اگه الحمدلله رب العالمین. ای پروردگار بی نهایت شکر برای تو، چی قدر برای من نیکی و خوبی بخشیده. برایت خاطری شاد و لبی پرخنده می خواهد. عزیزی مهربانی من تو را او بنده می خواهد. بکاری بد همی نازی، بکاری بد همی نازی، حیاتی خیش می بازی، چرا با او نمی سازی؟ تو را آینده می خواهد. برای چی به خدا خودت درست نمیکنی؟ در عبادت و بندگی خدا برای چی خودت درست نمیکنی؟ رب العالمین برای تو آینده میخواه، برای تو جنت میخواه، برای تو بخت سعادت دنیا و آخرت میخواه. برادری بزرگوار، اگر بنده الله شدی در دنیا و آخرت سلامت میمانی، در دنیا و آخرت بدبخت و خوار و رسوا نمیشوی. والله قسم هر چیزی که دلت میخواه به آرزو و مقصد دلت میرسی. اما سببی که امروز پریشانی، ناراحتی، غم داری، زندگیت پر مشقت شده است، سببش این است که از خدی کشیده الله بیرون شده ای، از بندگی الله بیرون شده ای. نمازی تو این اختیاری شده است برات، موافقی خواهی شد عبادت میکنی. باید خواهش تا نگاه نکنی، باید صاحب تا نگاه کنی. بنده نفس خواهش نیست، تو بنده الله هستی.